کار باور نکردنی آریانا سعید در کنسرت جدیدش. لحظات افتادن آریانا سعید در این کنسرت که اصلا باورتان نخواهد شد. آریانا سعید این کنسرت جنجالیش در کدام کشور برگزار شده بود و جدا شدن اسیب از آریانا حقیقت دارد یا خیر؟ اکنون آریانا سعید در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغانستان یکی از هنرمندان بی‌بدیل، ناماشنا، مشهور و محبوب بوده است. آریانا سعید کارهای هنری خود را به طور مسلکی و حرفه‌ای بیشتر از 10 سال می شود برای هنر موسیقی افغانستان ادامه داده است. آریانا سعید از جمله اولین دختر خانم‌های افغانی بود که توانست در پارلمان اروپا آهنگ اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان اجرا کند. آریانا سعید نه تنها کارهای هنریش را برای طرفداران و علاقه‌مندانش ادامه داده است، بلکه وی کارهای سیاسی هم برای دفاع از حقوق زنان انجام می‌دهد. تازه ترین کار سیاسی آریانا سعید ساختن نهاد برای دفاع از حقوق زنان در کشور امریکا بوده است. آریانا چندین بار به حیث سفیر صلح، سفیر حسن نیت و سفیر زنان در افغانستان اجرای وظیفه کرده است. آریانا با آنکه سن کمی داشته است ولی در بزرگترین برنامه‌های موسیقی افغانستان و خارج از افغانستان اشتراک می‌کرد و من حیث داور و یاور در این برنامه‌ها شاگردان فراوانی را تربیت می‌کرد. جدیداً آریانا سعید کنسرت بزرگی را در کشور هلند برگزار کرد. در این کنسرت آریانا سعید در لحظه روی استیج می‌افتد ولی با کمک اسیب دوباره از استیج برمیخیزد و به سرودن آهنگش ادامه می‌دهد. شاید که گویا آریانا سعید از اسیب جدا شده است کاملا دروغ بوده است. این دو زندگی خوش و آرامی را در کشور ترکیه دارند. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. تا درود دیگر امیتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.